آقای وقتی نگاهشون انداختن اون آخرای سفره یه آقای نشسته بودن. آقای گفتن که آقای فلانی تشریف برید جلو. خدمت مقام معظم رهبری نشسته بودیم، سفره شام بود. اون موقع که خب یه مقداری راحت تر بود به هر حال رفت و آمدها و اینها. آقای وقتی نگاهشون انداختن اون آخرای سفره یه آقای نشسته بودن، سید بزرگواری که ایشون هم مباحثه آقا بودن چند سالو، جناب آیت الله اسد جعفر شبیری. ایشون برادر آیت الله عظمای شبیری هستن که خود ایشون اخیراً تو مشهد به من گفتن من چند سال با مقام معظم رهبری با هم مباحثه و هم گفته. بعد اینم گفتن ایشون وقتی بحث میکردیم خوب مطالعه میکرد، معلوم بود که روی این بحث کار کرده. و خیلی عجیب بود. آقای ملایی سفره بود و جا هم تنگ و وزیر و معاون وزیر و رئیس مجلس و اینا. آقا بودن که آقای فلانی تشریف برید جلو. حتما ایشان هم مباحثه من بودن، آوردنشون نشوندنشون کنار خودشون. این ببین یه وقتی این دو بزرگوار با هم رفیق و هم مباحثه بودن. بله. الان رهبر انقلابن، در رأس هرمند، اما یادشون نمیره که این بعضی ها اینطور نیستن، اینو فراموش میکنن. تکبر نداشته باشیم. آقا ایشون برادر من بوده، ایشون خواهر من بوده، حالا بنده به جایگاهی رسیدم. تکبر رفاقت رو عبل بره.